ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷампур. гуфтори 50. صدرالدین عینی. زندگانی و قهرمانی. پندهای بزرگان ما رودکی، فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، جامی، بیدل، احمدی دانش، عینی، ترسنزاده و دیگران در سراسر عالم به نفع صلح، عدالت و غایه‌های گومانیستی خدمت می نمایند. مکتب بزرگ شاعری که استاد ابو عبدالله رودکی هنوز بیش از 1000 سال پیش به میراث گذاشته بود، حالا هم پابرجاست و طول 100 ساله ها شاعرانی توانای چون ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، ناصر خسرو، کمال خوجندی، سعدی شیرازی و خواجه حافظ، عبدالقادر بیدل و محمد اقبال، صدرالدین عینی و مومن قناعت و امثال اینها از آن مکتب سبقها برداشتند و خواهند برداشت. می خواهم که یک چیز را گشته و برگشته تأکید نمایم. هر ملت و هر خلق، خواه بزرگ باشد و خواه خرد، تا خود را نشناسد، احترام نکند، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های خود را نداند و قدر نکند، هیچگاه در میان ملت‌های دیگر مقام و منزلت شایان پیدا کردن نمی‌تواند. فرزندان فرزانه ملت این را عمیق درک می نمودند و همیشه کوشش به خرج می دادند که شعله خودشناسی ملی را در دل هم ملتان خود بیدار کنند. به یاد آریم سخن ملت سازی استاد عینی را در آغاز عصر 20 که بر قصد همه بدخواهان ملت تاجیک بلند صدا داد و آن تا به امروز بر حق خدمت بزرگ در نزد ملت خویش می باشد. اگر در عهد سامانیان در سری گهواره فرهنگ و ادبیات عالم شمولی ما سردفتر ادبیات تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی شب زنده داری کرده باشد، در 100 ساله 20 که مسئله بودن یا نبودن ملت تاجیک بارها در دستور روز قرار داشت، استاد صدرالدین عینی و بابا جان غفورف با پشتیبانی و پاسداری تاریخ، فرهنگ، زبان و میراث ادبی، پرچم و آیین دولتداری و حق و حقوق معنوی ملت تاجیک برخاسته بر ضد فرهنگ ستیزان کورباتین مبارزه آشتیناپذیر بردند. این دو فرزند بزرگ ملت با شاه اثرهای خود نمونه ادبیات تاجیک و دیرتر تاجیکان نقشه های شومی بدخواهان و دشمنان ملت تاجیک را
با برهان و دلیل‌های قاطعی و سندهای ردناپذیری علمی برباد داده تاریخ و فرهنگ و زبان ناب تاجیکی را نجات دادند. تجربه ارزشمند تاریخی مبارزه برای آزادی و استقلال در عصر 20 در دوران نهایت مرکب سرنوشت ملت تاجیک اهمیت فوق العاده و حیاتی داشت. طوری که تاریخ ثابت می سازد در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 ملت تاجیک بنابر عامل‌های زیاد در مرحله نهایت حساس و خطرناک تاریخ خیش قرار داشت. اصالت و حتی بقای تاریخی او تحت خطر بی‌واسطه قرار گرفته بود. دایره ها و گروه های منفعت دار نه فقط اصالت و هستی تاریخ تاجیکان را از جهت ایدئوی و سیاسی بدقصدانه انکار می کردند، بلکه با همدستی و مساعدت فعالی یک طایفه فرزندان ناخلف خلق ما می کوشیدند که ملت تاجیک همچون ملت اصیل و صاحب وطن اسیر فراموشخانه تاریخ گردد. در چنین دوران تقدیرساز استاد صدرالدین عینی وارد صحنه پیکاری مقدس ملی شد. مبارزه جسورانه و فعالیت خردمندانه فرهنگی و معنوی، ایدئوی، ادبی و سیاسی و اجتماعی او در اصل کارنامه بزرگ ملی و سهم شایسته در تأمین استقلال وطن در آینده بود. بی سبب نیست که استاد صدرالدین عینی نخستین قهرمان تاجیکستانی صاحب استقلال گردید. دوشنبه از روزهای نخستین پایتخت اعلان گردیدنش رسالت پایتخت‌های قدیمی ملت تاجیک را به دوش خود گرفته برای تشکل دولتداری و انکشاف علم و فرهنگ و متحدسازی نیروهای ذهنی و افراد پیشبرنده ملت نقش ارزنده بازید. در نوبت خود همین رسالت تاریخی پایتخت را بسیار فرزندانی با فضل و دانش و با ننگ و ناموس ملت تاجیک سری وقت درک کرده از سمرقند و بخارا، فرغانه و خوجند، واده های زرفشان و بدخشان، رشت و ختلان و دیگر شهرها به دوشنبه جمع آمدند. بناداری و قشاقی و دیگر سختی های زندگی نگاه نکرده همه به مکتب و معارف، فرهنگ و کتاب رو آوردند تا که برای ملت خود خدمت نمایند، دولت خیش را احیا سازند و پایدیوار دوشنبه جوان را نهاده صاحب پایتخت نوی خود گردند. استاد صدرالدین عینی با خرد و جسارت تاریخیش به حفظ فرهنگ و ادبیات کهن بنیاد ملت تاجیک برخاسته در گسترش آنها در صف پیش قرار داشت. با هدایت او ده ها شاگردانش به پایتخت نو تأسیس کوچ بستند. همان سالها ده ها شاعران و نویسندگان، عالمان، آوازخوانان و آهنگسازان و در مجموع ضیاییان زیادی به پایتخت مملکت آمدند تا اینکه نیروی سالم و پیشبرنده ذهنی و عقلانی آن را تشکیل داده
همچنین در محوی بیسوادی مردم سهمی سزاوار گذارند. پایتخت دولت نوین تاجیکان به مکانی نشأ و نمای سیاستمداران نو، قهرمانان مهنت، عالمان زبردستی ساحه‌های طبیعت شناسی و جامعه شناسی، شهری دوستی و برادری ملت‌های گوناگون تبدیل یافت. در نتیجه کوشش و تلاش‌های نظررسی بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک، از جمله نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، بابا جان غفورف، میرزا ترسنزاده، ساتیم اولوغزاده و بسیار دیگران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری به مجرای نوی ترقیات وارد شد. دوشنبه چون پایتخت به مرکزی واقعی مأموری، سیاسی و اقتصادی و علم و فرهنگی تاجیکستان تبدیل یافت. قابل ذکر است که فرزندان صادق و آگاه کشورهای اسلامی قبل از همه سید جمال الدین افغانی، احمد مخدوم دانش، علامه محمد اقبال، محمود طرزی، صدرالدین عینی و ده‌ها دیگران به منظور بیداری، آگاهی و دورنمای نیک تلاش‌ها نمودند. هرگاه درباره ارزش‌های ملی سخن می‌رانیم، بزرگترین ثروت بی‌بهای خلق خود، زبان مادریمان، زبان تاجیکی را باید همیشه در یاد داشته باشیم. زبان زنده تاجیکی فارسی دری ادامه تاریخی همان زبان است که با آن اوستا را نوشتند، همان زبان است که خدای نامک و تاریخ ملوک عجم را نوشتند، همان زبان است که با تکامل و تحولش در دوران اسلام شاهنامه و مثنوی معنوی را نوشتند، همان زبان است که در جامعه شوروی به هر نوع از بحران فرهنگی خود را به سلامت تا استقلالیت فرهنگی و سیاسی رساند و حتی توانست دوام سرنوشتی صاحبش را با قلم عینی و ترسنزاده و علامه غفورف بنویسد. بزرگترین رسالت مادری تاجیک از ازل تربیه فرزندان نابغه و خردمند، وطن دوست و وطن پرست، باننگ و ناموس، دلیر و شجاع، آزادی خواه و عدالت پرور و هنرمند و سازنده بوده است. مادری تاجیک فرزندانی فرزانه را مثل رودکی، فردوسی، ابن سینا، عمر خیام، ناصر خسرو، جلال الدین بلخی، سعدی، حافظ، جامی، بیدل و سیدا، احمدی دانش، اسماعیل سامانی، بلعمی، نظام الملک، صدرالدین عینی، بابا جان غفورف، میرزا ترسنزاده و هزاران مردانی با شرف و نامبرداری ملت را به دنیا آورده است که امروز افتخار ما تاجیکان می باشند. ما باید یک دلیل تاریخی را فراموش نسازیم که یگان ملت دیگری دنیا مثل تاجیکان
به تعقیب و فشارهای نژاد پرستانه و بزرگ منیشی های ملی گرفتار نگردیده و از حوادث ملت کوش تاریخ رنج نکشیده است. حتی در گذشته نچندان دور هنگام تأسیس جمهوری خودمختاری تاجیکستان دایره های ملتگرا کوشش های زیادی به خرج دادند که اصالت فرهنگی و هستی تاریخی ملت تاجیک را انکار نمایند. در چنین دورانی حساس و تقدیرساز یک گروه زیاییانی وطن پرست با راهبری استاد عینی، لاهوتی، شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و عبدالقادر محی‌الدینف در صحنه پیکاری مقدسی ملی مبارزه های جسورانه بردند. خدمت جان نثارانه و ملت دوستانه‌ای که استاد صدرالدین عینی برای نگاه داشتن و رواج زبان و ادبیات، تاریخ فرهنگمان و عموماً تربیه تاریخ نگاران، روزنامه نگاران، شاعران و نویسندگان و اربابان دولت جوان تاجیک کرده است، قابل همه گونه قدرشناسی است. بنابراین پیشنهاد می کنم که اولین مکتب عالی معارف کشور، یعنی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی نامگذاری شود. در لحظه های سرنوشت سازی وطن، زیاییان باید موقعی سیاسی استوار را اشغال نمایند، از کلوندگی و بی‌طرفی حذر کنند و افاده‌گری آرمان‌های ملت خیش باشند. در این مورد به یاد آوردن سخن ملت سازی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک کافی است که مثالی برجسته تأثیر رساندن ادبیات بر روندهای سیاسی و اجتماعی زمان می باشد. فراموش نباید کرد که زمان شوروی یک دوره تام تاریخ خلق ماست و صرف نظر از همه شیب و فرازها، نادیده گرفتن آن دستاوردها که در آن دوره نصیب خلق تاجیک شدند غلطی محض است. همین را یادآور شدن کافی است که زمینه دولتداری ملی تاجیکان بعد از 1000 سال محض در همان دوره تشکل یافته بود. اگر به تاریخ نظر افکنیم، پس خواهیم دید که آن دوره چیسان پرفاجعه بوده است و مخالفینی به وجود